سلام بیننده گرامی، اخباری آزادی را من زرنگزی نوروزشاه با جمع همکاران تقدیم شما میکنیم. امروز 29 دکبر است و در برنامه این گزارش را داریم. زنی به سرپناه خوجندی آرزوهایش را با خود به خاک برد. در صحبتی واپسینش به رادیوی آزادی او امیدواری کرد که دخترش حیاتی بهتری خواهد داشت. من پیشتر در آشخانه ها کار میکردم ولی با سبب بیماری سال هاست که همینجا میشینم. مهمترین حوادث تاجیکستان در سال 2022 از تعقیب اعتراضهای بدخشان تا شکایت امامعلی رحمان در نشست سران کشورهای منطقه و برد و باخت آوازخوانان تاجیک در سال 2022 و البته خاطرات و پیام‌های سال نوی سراینده‌های محبوب در تاجیکستان. اول تنجی باشد، سال با برکت باشد، زندگی همه ما باز از این روزا با بهتر شود. برنامه را با خبری از شمال تاجیکستان شروع میکنیم. در 2 هفته اخیر در خیابان‌های شهر خوجند 3 بسرپناه یا به اصطلاح روسی بومش درگذشته است. مسئولین سازمان جمعیتی دیار که به این افراد کمک می‌رساند میگویند سبب مرگ آواره‌گردان سردی و گرسنگی و بیماری است. با یکی از این بسرپناهان چند پیش همکار ما فرزان محمدی صحبت داشت. قرار بود درباره‌اش فیلم مستندی آماده شود، اما اخیراً خبری مرگش رسید. قصه حزن‌انگیز زنی آواره‌گرد را همراه می‌بینیم. ناتاشا شیگینا ساکن 38 ساله شهر خوجند هفته قبل درباره سرگذشتش و بیماری که داشت در نزد دوربین رادیوی آزادی صحبت کرده بود. به نقل خودش در کودکی از والدین محروم مانده و در پی زندگی نابرار سالهای آخر بی خانه و جای مانده است. چند سال آخر از بیماری سرطان امراض زنانه رنج می‌کشید و صبح 26 دکبر فوتید. از او یک دختر 12 ساله با نام ویکا به یادگار ماند. حالا وی در یک از مکتب اینترنتی خوجند تحصیل می‌کند. یک برادرش بیمار است و در خانه معیوبان بوده است. و در صحبت آخرین که داشت تنها می‌خواست تقدیر دخترش به او مانند نباشد. من در یتیمخانه شهر دوشنبه کلان شدم و بعد به اینجا آمدم. این قصه دور و دراز است. پدر و مادر ندارم. من پیشتر در آشخانه ها کار میکردم ولی با سبب بیماری سال هاست که همینجا میشینم. هنگام بیماری به او آدمان خیرخواه و همتقدیرانش کمک میکردند. در گوشه ویرانه که او زندگی داشت با به سرپناهان زیاد روبرو شدن ممکن است. خیلی تأسف آور است که در 10 روز آخر 3 نفر از بسرپناهان فوتیدند. یکی از آنها پیرانسال بود و 2 نفر دیگرش جوانتر. تا حال در سمت کار با بسرپناهان یگان نویگری نیست و اکثریت آنها کمک دولت را انتظار هستند. فقط دولت میتواند در این حالت به آنها کمک کند. سازمان دیار در خوجند در آخر ماه سپتامبر سال 2021 با مدد بنیاد ناتبین و اختیاریان شخصان بی سرپناه را در سوخت معین کرد و در میان آنها پرسش گذراند. تحقیق معلوم کرده است که در ولایت سوخت قریب 500 بی سرپناه زندگی میکنند. مؤلفان میگویند در 2 سال تنها در خوجند 30 شخص بی خانمان در کوچه و گرش ها و جایهای دیگر فوتیدند. سن میانه آنها 35 است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. حالا رو میاریم به مهمترین حوادث سال 2022 که تاجیکستان شاهدی آن شد. تعقیب اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان، سرکوب خبرنگاران و بلاگران، جنجال در مرز با قرقیزستان، شرکت تاجیکان در تجاوز روسیه به خاک اوکراین و شکایت امامعلی رحمان به ولادیمیر پوتین در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی از موضوعهای سربحثی امسال بودند. در ابتدای سال 2022 بحث حکومت تاجیکستان با فعالان بدخشانی که از سال 2012 شروع شده است به اوج خود رسیده، باعث فوت بیش از 30 اشتراکچی اعتراضها و چند تن از افسران نهادهای دولتی گردید. گردهمایی و اعتراضهای ماه نوامبر که پس از کشتار گلبدین زیابکوف در شهر خاروق و ناحیه روشان آغاز یافته بود تا ماه می ادامه کرد.
طبق اظهارات رسمی زیابکوف به خاطر مقاومت اثنای بازداشتش کشته شد، ولی شاهدان ابراز داشتند که زیابکوف به پلیس مقاومت نشان نداد و او را اصلا در راه به اداره پلیس کشتند. در این بین با طلب حکومت تاجیکستان شماری از فعالان بدخشانی جامعه شهروندی، خبرنگاران و بلاگرها از قبیل چهارشنبه چهارشنبیف، امریدین علاوچویف، رمزیس شاگونوف و چند تن دیگر از روسیه به تاجیکستان استرداد و به مهلت‌های طولانی از آزادی محروم شدند. در میانه‌های ماه می حکومت عملیاتی به قول خود ضد تروریستی در شهر خروق و ناحیه روشن را راه‌اندازی نمود که در رفت آن بیش از 20 نفر و از جمله رهبر غیررسمی جوانان بدخشانی محمد باقیروف کشته شد. تعقیب فعالان بدخشانی تا هنوز خاتمه نیافته است. در دوام سال 2022 و به ویژه بعد عملیات در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، حکومت تاجیکستان کمش 7 خبرنگار و بلاگر را بازداشت و از آزادی محروم کرد. محمد سلطان به 7 سال، ذوقیبک سیدامینی به 7 سال، عبدالله غربتی به 7.5 سال، دلیر امامعلی به 10 سال، الفت خانی محمدشاه و به 21 سال و خوشروز جمعیف به 8 سال زندان محکوم شدند. و در عرفه سال نو، عبدالستار پیر محمدزاده به مدت 7 سال از آزادی محروم شد. مقامات آنها را به افراطگرایی و همکاری با سازمان‌های ممنوع و نشر اخبار دروغ ایبدار کردند. خودشان میگویند گناه ندارند و زیر شکنجه بیانات دادند. سازمان امنیت و همکاری اروپا، گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران آزادی فوری آنها را خواسته است. بحث دیگر که از سالهای گذشته میراث مانده تا حال حل خود را نیافته است، تشخیص و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان است که سال 2022 شاهد کمش 14 مناقشه خونین گردید. از 14 تا 17 سپتامبر در مرز بزرگترین مناقشه بین دو کشور از زمان استقلال روی داد. تاجیکستان آن را تجاوز نظامی به قلمروش نامیده است. قرقیزستان نیز عین ادعا را دارد. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت در درگیری ها بیش از 50 نفر کشته و تقریباً 200 کس مجروح شدند. در نتیجه درگیری 62 شهروند قرقیزستان کشته شد که 40 نفر آنها نظامی بودند. تقریباً 200 کس جراحت برداشت. تاجیکستان و قرقیزستان تقریباً 1000 کیلومتر مرز دارند و در حال حاضر بیش از 32% آن تشخیص و علامتگذاری نشده است. تجاوز روسیه به خاک اوکراین که بدون شک از مهمترین حوادث بین المللی سال 2022 می باشد، به حیات مردم تاجیکستان و صدها هزار مهاجر تاجیک مقیم روسیه تأثیری بزرگ داشت. طبق گزارش ها در شبکه‌های اجتماعی، زادگان تاجیکستان در هر دو طرف جنگ اوکراین اشتراک می کنند. تابستان سال روان، رادیوی آزادی درباره قتل کمش 10 زاده تاجیکستان که از طرف روسیه می جنگیدند خبر داد. شماره تاجیکان در صف نیروهای مسلح اوکراین معلوم نیست. در ماه سپتامبر سال 2022 پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین سفربری جزئی 300,000 افسر و سرباز به ارتش روسیه را اعلان کرد که از یک طرف تاجیکانی دارای 2 شهروندی را به خدمت در ارتش روسیه وادار نمود. از طرف دیگر به مهاجران تاجیک امکان با سرعت و به طور امتیازناک گرفتن شهروندی روسیه را فراهم می‌آورد. بعد این فرمان در شبکه‌های اجتماعی نوارهای سفربری صدها تاجیک به جنگ اوکراین جای داده شد. به نوشته مطبوعات روسیه روز 15 اکتبر در قسم نظامی بیلگراد این کشور یکی از چنین نوسربازان شهروند تاجیکستان احسان امینزاده با یک همراهش که او نیز گویا شهروند تاجیکستان بود، در جواب به تحقیر احساس دینی به همیراقانش حمله کرده 11 نفر را کشته و 15 کس دیگر را زخمی کرد. امینزاده 7 ماه پیش به روسیه رفته بود. پیوندانش میگویند او به روسیه برای کار رفته، نیت نداشت در ارتش روسیه خدمت کند و یا به جنگ در اوکراین برود. تجاوز روسیه به خاک اوکراین و ناکامی‌هایش در جبهه موقع کرمل را در بین جماهیر سابق شوروی ضعیف‌تر کرد. ماه اکتبر در یک نشستی در شهر آستانه، پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از همتای روسش ولادیمیر پوتین خواست تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند. امامعلی رحمان در این نشست گله کرد که در زمان شوروی به کشورهای خرد آسیای مرکزی مثل تاجیکستان به قدر کافی اعتبار نمیدادند و یک سبب از بین رفتن شوروی در سال 1991 نیز همین بی‌اعتنایی به ملت‌های خرد بود. و بالاخره در چند سال پیش تجلیل کردن و یا نکردن جشن سال نو میلادی در تاجیکستان
بحث‌های تندی را به بار آورده بود. برخی از افراد مذهبی تجلیل آن را ناروا می‌دانستند. ولی در پایتخت تاجیکستان ارچه سال نوی قامت افراخته، اکثر مردم سال نو را با تنتنه تجلیل می‌کنند. از مهمترین تحولات سال در تاجیکستان یادآور شدیم. حالا یک مرور داریم به عالم سرود و موسیقی. امسال در تاجیکستان کدام ترانه‌ها سرشنونده و کدام سراینده‌ها پرآوازه بودند و عموماً 2022 برای صنعت تاجیک چه سالی بود؟ برد و باخت ساحه موسیقی و استرادا در گزارش از سرویناز روح‌الله و امیر ایسایف پیشنهاد شما می شود. سال 2022 سال ترانه‌های نوی نگین امونقулова و روی صحنه آمدن یاسمین давлатова، جادوگری مهرنگاری رستم و متروی سفر محمد و جدایی مبارز عثمانов بود. بوی بارون و دلبر دو نماهنگی نگین امونقулова آوازخوان تاجیک تنها در 3 ماه اخیر سربیننده و میان شنوندگانش محبوب شد. خودی نگین از این خوشحال است. آمد سالی نو به کل مردم تاجیک و کل مردم دنیا مبارک باشد. الهی سال اول تنجی باشد، سال به برکت باشد، زندگی همه ما باز از این روزم با بهتر شود. یاسمین давлатова آوازخوان جوان هم از نگین امونقулова کم نآمد و امسال پروازی بلند داشت. سال 2022 یگان توی خورسندی بدون کبوتری اون نگذشت. هرچند باری اول این ترانه را گروه شمس سراییده بود. این آهنگ مردمی رقصی در شبکه‌های اجتماعی تنقید کاربران را هم به میان آورد. اولش کبوتر بود، بعدا یک سرود دیگر کردم که به نام یاری کلابی برای مردم تاجیک. نگفته نماند، همشون دوست می‌دارم، مردم ختلان، مردم رشت، مردم سوخت. مهرنگاری رستم آوازخوان جوان تاجیک سال 2022 را با ترانه جادوگر گسل می‌کند. این آوازخوان می‌گوید که در سال جاری هواداران ترانه‌هایش افزود. این سال بسیار محبوب دل‌های خلق گردید و در مدت 3-4 ماه با 4 میلیون ویو علاقه رسید در سامانه یوتیوب. اما سفر محمد رستم آوازخوان تاجیک و برادر مهرنگار از موفقیتش در سال 2022 چندان راضی نیست، هرچند سرودهایش میلیون‌ها هوادار داشتند. نمیدونم این جوانی باشه چی باشد، من هیچ وقت از خود راضی نیستم. نمیدونم ماکسیمالیسم باشه، یعنی همه وقت. مبارز عثمانов از جمله همین آوازخوان‌ها است که امسال ترانه‌های خود را در کشور همسایه ازبکستان به مخلصانش تقدیم کرد. برای من سال بسیار موفق. سپاس برای همه. سال 2022 اکثر ترانه‌های نوی آوازخوان‌های تاجیک نه صحنه‌های بلندی هنری و تلویزیون‌های دولتی، بلکه بیشتر توسط شبکه‌های اجتماعی معرفی شد. از اینترنت از بس که آزاد است، آنجا هر رقمی که بخواهند مثلا هنر خود را، استعداد خود را پیشکش میکنند، مانع نیست. و در شبکه‌های تلویزیونی یک نوع مانع وجود دارد. هرچند سالیان سال میگویند که نه هیچ مانع وجود ندارد، اما هست، مانع وجود دارد. هستند افرادی که راه نمی‌یابند. امسال هنرمند دیگری مورد استقبال گرم هواداران دمیربک اولیموف که با سبک خاص اجرا و محتوای ترانه‌هایش از دیگران فرق میکرد، در پی یک صدمه نقلیاتی رشته عمرش کنده شد. آهنگ و ترانه‌های معروف سال بخش دیگری پیام و آرزو و نقشه‌های سال نوی آوازخوانان را در برنامه خبری فردا تقدیم شما میکنیم. حالا می رویم با یک خبر. سازمان ملل متحد کاری برخی از برنامه‌های بشردوستانه اش را در افغانستان قطع کرد. سبب هم این است که طالبان فعالیت زنان در سازمان‌های غیر دولتی را در این کشور منع کردند. مسئولین سازمان ملل می گفتند منع کار زنان در نهادهای کمک رسان برای مردم افغانستان پیامدهای فاجعه بار خواهد داشت. برنامه اخباری آزادی در همین جا به پایان می رسد، ولی خبر و گزارش های نو و تازه را از سامانه رادیوی آزادی و در صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادنکلاسنیکی پیگیری کنید. اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه هستید و می خواهید با ما در میان گذارید، با رقم های رادیوی آزادی تماس گیرید. خدا نگهدار.